خب دوستان، تا اینجای کار دایرکت مسیجامون رو تقریبا تکمیل کردیم. البته میتونیم بازم بیشتر روش فعالیت داشته باشیم، کارهای مختلفی انجام بدیم، ولی من تصمیم گرفتم که هرچه زودتر بهتره که بریم سراغ گروپسمون و اول با مایگریشنش شروع کنیم و اول بریم سراغ تولید مایگریشنش. اینجا اول وارد بش بشیم و من بزنم artisan make مدل. اول یه تیبل میخوایم برای گروپمون و بزنیم -m که مایگریشنش هم برامون بسازه و یه جدول میانه هم میخوایم چون منی تو منیه. بزنم make دیگه برای این یکی مدل نمیخوایم، فقط بزنیم مایگریشن، بزنیم create group user table. خب حالا بریم سراغ در واقع مایگریشنامون. اول بریم سراغ گروپ و اینجا یه فیلد اضافه کنیم برای اسم گروپمون. بزنم $table و یه فیلد استرینگی میخوایم که بزنیم در واقع name و یه فیلد میخوایم برای دیسکریپشنش. بزنیم $table، این هم به صورت استرینگی هستش و اسمش از description و میتونیم بذاریم nullable باشه و یه فیلد هم میخوایم برای اینکه مشخص کنیم در واقع ادمین این گروپ الان کی هستش. بزنیم $table و foreign ID، اسمشو مثلا میذارم admin و constrained روی users، در واقع این ادمینمون یه یوزره و بزنیم null on دیلیت باشه چون میخوام موقعی که در واقع این یوزرمون حذف میشه این چنل حذف نشه و فقط این فیلد رو نال کنه. و به خاطر اینکه این فیلد قرار نال بشه باید بگیم که این فیلد نالبله و سیف کنم. بریم سراغ جدول گروپ یوزرمون و این دوتا فیلد رو نمیخوام و فقط اینجا بزنم که دوتا فیلد میخوایم برای یکیش یوزر آیدی یکی هم گروپ آیدی. بزنم $table و foreign ID 4 میتونیم استفاده کنیم. بزنم مثلا گروپ و کلاس، اینجا بزنیم constrained و یه کپی هم از همین میگیریم بزنیم user کلاس. یک کپی از این بگیریم اینجا این یوزر رو در واقع یوزش کنیم که این ارورمون بره. حالا بریم سراغ مایگریت کردنش. اول وارد بش بشیم، اینجا بزنیم مایگریت و بریم داخل دیتابیسمون. این دوتا تیبل رو ببینیم، این تیبل گروپسمونه و یه گروپ یوزر هم داریم که فقط داخلش دوتا فیلد داره که یکیش برای گروپه و یکیش هم برای یوزر. حالا بریم اضافه کردن گروپ رو با هم دیگه ببینیم. از داخل منومون در واقع ما اینجا یه گزینه داریم به اسم نیو گروپ که هر موقع روش کلیک میکنیم باید یه مودال برای ما باز بشه و حالا مثل خود تلگرام از ما اسمو بگیره و میتونیم دسکریپشن هم داشته باشیم و اینکه بعدش هم باید بتونیم یوزرها رو اضافه کنیم به این گروپی که داریم. بریم از داخل، اول اینو ببندم، میتونیم اینم کلا ببندیم. از داخل بیس اول اینجا یه گزینه اضافه کنیم به اسم در واقع const is show create group مودال و بچه ها سعی کنید اسم وریبلاتون رو به صورت کامل حتی اگر شده در حد اینکه بخواید انشا بنویسید کامل بنویسید که بعداً به مشکل نخورید. و اینجا بزنیم set is show create group مودال و یه استیت باشه، بزنیم use state و همین اول بذاریمش false. حالا ما اینجا باید مودالمون رو اینجا قرار بدیم، بگیم مودال، فکر کنم اینجا یه شو باید داشته باشیم که بگیم این is show create group مودال هستش و اینو باید به این صورت bنویسیم. این مودال از ما یه کلوز هم میخواد، بگیم کلوزش هست، فعلا بذاریم این set is show create مودال رو در واقع فالسش کنه. و این داخل ما باید یه کامپوننت داشته باشیم. بریم از داخل کامپوننت مودال و اینجا بزنیم مثلا
گروپ نیم، چون لول 1ش در واقع فقط نیم رو از ما میخواد و اینجا یه مودال بسازیم به اسم گروپ نیم و میتونیم همینو کپی کنیم، یکی از اینا رو و اینجا قرار بدیم و در واقع فعلا این لاین رو نمیخوام، آواتار هم نمیخوام و اینا هم نمیخوام، کلوزش باشه و اسمش رو بذاریم گروپ نیم. این لول رو نمیخوایم، این هم به همین صورت و هیچ کدوم از اینا رو فعلا نمیخوایم، یوز ایفکت ها هم نمیخوایم و این تیکه اولش بمونه و بقیه اینا رو هم نمیخوایم. خب این اسمش هم درست کنیم و اینجا قرار بدیم. حالا در واقع این رو هم حذف کنیم و اسمش رو بذاریم مثلا set your group name. اینجا این x mark رو از تبلر ایمپورت کنیم، بزنیم ایمپورت یه چیزی from add tabler و icons react. حالا اینجا ایمپورت کنیم در واقع آیکان x و اینو بذاریمش آیکان x و این کلوزش هم در واقع هیچ پارامتری نداره و فقط کالش کنیم. خب حالا بریم این گروپ مودال رو اینجا قرار بدیم، گروپ نیم و یک کلوز هم میخواد که میتونیم مثلا کلا همین رو کپی کنیم و اینجا قرار بدیم، اینم سلف کلوزش کنیم. حالا بریم این هندلرش رو پاس بدیم به تردز لیست، بگیم اسمش رو بذاریم مثلا open یا میتونیم بذاریم create group مساوی باشه با کال کنه این set group issue create group مودالو و با مقدار true. خب حالا بریم این تایپ اینو مشخص کنیم داخل این ترد لیستمون و اینجا بگیم در واقع فقط یه فانکشنه و بگیم اینو اینجا قرار بدیم. حالا بریم این نیو گروپ رو موقعی که در واقع کلیک میکنیم روش بیا اینو کالش کن. خب حالا بریم ببینیم این کار میکنه یا خیر. موقعی که روی نیو گروپ بزنیم این اوپن میشه و در آخر هم بریم فیلدهایی که اینجا نیاز داریم رو قرار بدیم. اول یه فیلد میخوایم برای نیمش که میتونم از اینجا کپی کنم و اینجا این دیو رو کلن کپی کنم و اینجا قرار بدم. این آیکانش رو نمیخوام، ادیت مود رو نمیخوام، آمبلرش رو نمیخوام و اینا رو هم همینطور، اینم حذفش کنم و این دیو هم نیاز ندارم و حالا سیوش کنیم. اینجا فقط یه استیت میخوام بزنم کانست مثلا گروپ نیم و set گروپ نیم که مساویه با یه استیت با مقدار اولیه استرینگ خالی و اینجا میتونیم این گروپ نیم رو قرار بدیم و set گروپ نیم هم کپی کنیم اینجا قرار بدیم و چون بک‌گراندمون سفیده این BG ترانسپرنت باشه و اینو نمیخوام، فقط این تکست اندم که گذاشته بودیم از راست به چپ بنویسه. من اصلا کلا برش میدارم ببینیم چه جوری شد. خب به این پرنتش یه پی هم بدیم، مثلا نمیدونم پی 3 و سیوش کنم. حالا ببینیم یه مقدارم راوندد بهش بدم و بگیم راوندد مثلا فول بدیم ببینیم چه جوری میشه، بیش از حد حساس نشیم. و اینجا میخوایم یه قسمت بذاریم که در واقع یوزرایی که داریم و اینجا اد کنه و من فقط توی این قسمت فضاشو میذارم که کجا باید اد بشه و در انتها هم یه باکس میخوایم برای باتنامون و اینجا بگیم یه دیو داریم که اینجا باید بگیم لیست رو باید اینجا قرار بدیم، بگیم لیست. در انتها هم یه دیو باید داشته باشیم، بزنم کلاس نیم فلکس و اینجا میتونیم دوتا باتن بذاریم، بزنم باتن و تایپ باتن.
اینجا بگیم یکیشو بذاریم کنسل و یک کپی هم از همین بگیریم بزنم مثلا create. خب حالا به اینا بگم justify end داشته باشن و بگیم یه اسپیس x مثلا 5 هم داشته باشن و به خود این باکسمون یه پدینگ مثلا 5 هم بدیم که یه مقدار از انتها فاصله بگیره و به اینها بگیم در واقع کلاس نیم داشته باشن، بگیم بوردر مثلا 1 پیکسلی داشته باشن و به یکیش بگیم بوردر رد داشته باشه و با مقدار 400 و یکیش هم بوردر گرین داشته باشه با مقدار 400. خب حالا یه مقدار هم باید پدینگ بدیم، پدینگ مثلا 3 و راوندد مثلا 2XL. خب پدینگش رو کم کنیم و بگیم پدینگ مثلا 2 داشته باشن و بگیم رو هاورش بکگراندش رو عوض کنه، بگیم بکگراند مثلا رد 400 و به این پایینیه بگیم گرین داشته باشه و بگیم دیوریشن 300. خب یه مقدار فاصله اینا رو هم کم کنیم و دیگه بیشتر از این من حساسیت به خرج نمیدم. شاید داخل ویدیو بعد یه مقدار اینا رو بهتر کردیم و به نظرم وقت ویدیو رو بیشتر از این نگیریم. این اسپیس ایکس رو بکنیم 3. خب قسمت بعدی ما یه باکس باید طراحی کنیم برای اینکه یوزرامون رو داخلش نمایش بدیم و بتونیم سلکتش کنیم، چون یه ویدیو کامل زمان خواهد برد. ممنون که تا اینجا همراه من بودید.